سلام بینندگان گرامی، برنامه اخبار آزادی است از استودیوی مرکزی رادیو از شهر پراگ تقدیم شما می شود. امروز چهارشنبه 15 اپریل و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز. بازداشت 4 شهروند تاجیکستان به اتهام تشکیل حمله‌های تروریستی در آلمان. ساکنان حصار از بارشات شدید و سیل 2 روز اخیر خسارات زیاد برداشتند. ضرر نه حولی نه زیروات هم اشتای اوان. خدوالودم اوان وسود بروماد رفت. اوراها داشتیم بیرون راهش کردیم رفت. 35 نفر مهاجر از آسیای میانه که با کرونا ویروس گرفتار شدند در داخل خوابگاهشان در ولایت لنینگراد روسیه تبابت میشوند. صاحب خوابگاه تمام مسئولیت را به دوش خود گرفت. او استقامت کنندگان بینو را با خوراکواری و موادهای دیگر ضروری پررا تأمین میکند. صبح امروز کارمندان پلیس در آلمان 4 نفر زادگان تاجیکستان را به گمان تشکیل حمله‌های تروریستی بازداشت کردند. در این باره رسانه‌های آلمان خبر دادند. با اطلاع رسانه‌ها بازداشت شدگان در پی تشکیل حمله به نهادهای آمریکا در آلمان بودند. ادامه موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده. پلیس آلمان 4 زاده تاجیکستان را با گمان طرح‌ریزی و آمادگی به حمله تروریستی در این کشور دستگیر کرده است. خبرگزاری DPA آلمان به نقل از دادستان فدرالی در شهر کارلسروه گفت این افراد در حدود سرزمین رین شمالی وستفالیا صبح 15 اپریل بازداشت شدند. نسب بازداشت شده ها کاملا آشکار نشده، تنها عزیز جان ب، محمد علی گ، فرهاد شاه ک و سنت الله ک یاد شده است که همگی شهروندی تاجیکستان بودند. مقامات تاجیکستان از جمله سفارت کشور در برلین هنوز در این رابطه اظهار نظر نکردند. مجله شپیگل آلمان بازداشت شده ها را به گروه تندرو دولت اسلامی یا خود داعش نسبت داده و نوشته است آنها با جنگجویان در سوریه ارتباط داشتند. به نوشته مجله هدف شهروندان تاجیکستان سازمان‌های آمریکایی در آلمان و منتقدان اسلام بودند. به قول مقامات آلمان بازداشت شده ها برای تهیه دستگاه‌های خودساخت ترکنده محصولات را دسترس کرده بودند. به فرضیه مأموران حفظ حقوق، رهبر گروه روشن بی 30 ساله است که 1 سال باز در بازداشت می باشد. مقامات آلمان سال 2016 هم نیز با گمان عضویت در سازمان تندرو دولت اسلامی و شرکت در جنگ‌های سوریه یک شهروند تاجیکستان را در حدود سرزمین رین شمالی وستفالیا بازداشت کرده بودند. شب و روز گذشته در اکثر منطقه‌های تاجیکستان باران شدید بارید و سطح آب رودخانه‌ها فوق‌العاده بالا رفت. کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگوید از جمله سطح آب دریای خانقاه از معیار بلند شده به خانه‌های استقامتی و زمین‌های کشتی ساکنان حصار تهدید کرد. عین چنین حالت در ناحیه وحدت نیز به عمل آمد. همکارانم اسکندری فیروز و براد یوسفی به مکان‌های خراب کرده سیل رفته این گزارش را تهیه کردند که حالا منظور شما می‌شود. ظهر 14 اپریل در دهه اتفاق ناحیه حصار سیل بزرگ از تپه‌های اطراف دهه فرآمده تقریباً 10 منزل ساکنان زیر آب ماند. شاهدان میگویند واکنش و کمک فوری ساکنان دهه باعث شد که از خسارات زیاد سیل جلوگیری شود. اینمی که 4 دره اینمی آب بده همینجا ساعت 12 با 1 بود. اومده اینمی خلق با یاردم خلق اومده سین قشلاق سنگ چیندن کلوخ چیندن که آوسونه سرانو گذاشت که 10-12 خونه دا درمده. 1000 آدم میآید دستاش در کساش مخزه میره یک کس یک تراکتور نمیآوه مکه. ضربه اصلی سیل به منزل ساکنان نزدیک به محل سیلخیزی رسیده است. ساکنان میگویند اگر این سیل شبانه می آمد خساراتش به مراتب بیشتر میشد. ضرر نه حولی نه زیروات هم اشتای اوان. خدوالودم اوان وسود بروماد رفت. اوراها داشتیم بیرون راهش کردیم رفت. نگرانی ساکنان از چند روز پیش هم شنیده میشد که بارشات شدید و پی هم سبب بالا رفتن سطح آب رودخانه‌ها شده خوف سیل فرایی را ایجاد کرده است. به خصوص ساکنان منطقه‌های کوهستانی کشور هراس دارند که در این شب و روز خوف هر لحظه فرآمدن سیل و ریزش کوهپاره به منزلشان افزوده پیامد ناخوبی برای باغ و کشتزار ایجاد شده است. اولش بهار خوب آمد. اولش ما گفتیم نقد میشه که اخیر بعد زدی خیلی برف زد هم میوه سوزون
خنک زد بوریش هم بسیار میسول بسیار دم پرده پایش داشت یا ساعت ساعت هوا میکنه با میریزه بارون دایرو اول به حد خسیگه بران خسیگه بودی من زمینون هم شتو موزاگو من همینجا اون چند باشه او بنین لاگر زد همین نیست بود اینا بوزادیم با خدمت کردم بوشش بود او بارون کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجانی میگوید در منطقه‌هایی که احتمال سر زدن حادثه‌های طبیعی زیاد است نوبتداری شبانه روزی تعیین کرده است. شماری از نجات دهندگان این کمیته در تقویت ساحل‌ها در منطقه‌های احتمال سر زدن سیلخیزی شرکت دارند. از حساب نجات دهندگان کمیته حالت فوق‌العاده در شهرهایی که آنها هم عظیم هستند و هم مهم هستند و هم گویم که خصوصیت بین‌المللی دارند از حساب نجات دهندگان پستگاه‌های مشترک با اشتراک کارمندان وزارت کارهای داخله، وزارت نقلیات و از آن جمله شرکت راهی ایرس برپا شدند و آنها شبانه روز فعالیت خود را ادامه داده ایستادند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگوید صرف نظر از هشدارهای قبلی در مورد احتمال سر زدن حادثه‌های سیلخیزی انتهای ماه مارس در 3 ناحیه کشور حادثه‌های طبیعی با خسارات بزرگ و مرگ یک ساکن به وقوع پیوست. در 3 ناحیه جمهوری ما این هم باشد ناحیه خراسان، ناحیه واسع و ناحیه رودکی آمده این سال به قید گرفته شد که باید که با متاسف ما ظاهر نمایم یک نفر شهروند جان خود را از دست داد. این هم باشد سبب اساسی گرچند که طبیعت هم باشد لیکن آماده نبودن اهالی و از اون جمله آماده نبودن اون سیلپرتوها برای برطرف نمودن حادثه ها این هم سبب شد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده هشدار می‌دهد که تا روز 17 اپریل در قلمرو کشور هوای سیربارش خواهد بود و احتمال سر زدن حادثه‌های طبیعی وجود دارد. بر اساس آمار کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجانی در 3 ماه اول سال جاری در تاجیکستان 114 حادثه طبیعی ثبت شده است. در 6 حادثه طبیعی به ساکنان 1.5 میلیون سومانی خسارات وارد شده 3 نفر هم جان خود را از دست دادند. امروز 15 اپریل مرافعه دلیر شریفوف خبرنگاری تاجیک در دادگاهی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه شروع شد. نخستین مرافعه دادگاهی دلیر شریفوف قرار بود روز 13 اپریل برگزار شود اما تا به این روز به تاخیر افتاد. وکیل مدافع شریفوف سبب تاخیر مرافعه را حاضر نشدن نماینده دادستانی گفته بود. مرافعه دادگاهی شریفوف حالا ادامه دارد و همکارانم امرالدین علیموف و مولا رجب یوسفی که در بینای دادگاه هستند چند لحظه پیش این گزارش را به ما فرستادند که حالا آن را با هم می‌بینیم. مرافعه دادگاهی دلیر شریفوف روزنامه‌نگاری تاجیک امروز 15 اپریل در دادگاه ناحیه شاه شهر دوشنبه آغاز گردید. نخستین مرافعه میبایست روز 13 اپریل برگزار شود اما با سبب نامآمدن دادستان دادرس مرافعه را به امروز گذراند. وکیل دفاع دلیر شریفوف بعد از برآمدن از نزد دادرس گفت مرافعه گشاده برگزار می‌گردد اما با سبب توصیه‌های سازمان جهانی تندرستی و هم وزارت تندرستی تاجیکستان که جمع شدن آدمان زیاد را در یک جا منع می‌کند دادرس به خلاصه آمده است که مرافعه را با تعداد محدودی آدمان برگزار کنند. یعنی مرافع دلیر شریفوف به گفته مسئولین دادگاه ناحیه شاه منصور گشاده برگزار می‌گردد اما با آن ظاهرا تنها وکیل دفاع ایبدار کننده دولتی و تنها نزدیکان دلیر شریفوف راه می‌یابند و روزنامه‌نگارانی که به اینجا آمدند به آنجا راه دادن نمی‌شوند. مثل روز اول امروز نیز روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی برای دستگیری از دلیر شریفوف به نزد دادگاه ناحیه شاه منصور آمدند. نزدیکان دلیر شریفوف امیدوارند که دادگاه در نسبت این خبرنگار حکم عادلانه صادر می‌کند. من می‌خوام که با آزادی برایت فرزندم گناه ندارد فرزندم. من از تو زمین را خواهش دارم بررسی کردن یکم خیلی گناهش پیدا نکردن. فقط اونا از یک کتابچه گناهگار میکنن که اون کتابچه را بگیم که یکم خیلی خطاگی در اون کتابچه دیده نمیشود. دلیر شریفوف روز 28 ژانویه سال روان از جانب ماموران کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بازداشت شد. مقامات دلیر شریفوف را با برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی ایبدار میکنند و بر علیه او با قسم یکم ماده 189 کدکس جنایی پرونده باز کردند. این اتهام تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. اما نزدیکان سازمان‌های حامی حقوق و خود دلیر شریفوف این اتهام را بی اساس می‌دانند و می‌گویند دلیر شریفوف با سازمان‌های افراطگرا رابطه نداشت.
بینندگان عزیز، تا این لحظه در باره بازداشت 4 شهروند تاجیکستان به گمان تشکیل حمله‌های تروریستی در آلمان، خسارات سیل در حصار و آغاز شدن محاکمه دادگاهی پرونده خبرنگار دلیر شریفوف در شهر دوشنبه گزارش دادیم. در ادامه برنامه در باره با کرونا ویروس گرفتار شدن مهاجران در خوابگاه در ولایت لنینگراد روسیه گزارش خواهیم داد. اما قبل از آن توجه کنید به یک آگاهی. سر از امروز 15 اپریل در شهر مسکو رژیم اجازتنامه یا خود پروپوس جاری شد. طبق اخبار رسیده تفتیش اجازتنامه های حرکت در پایتخت روسیه باعث تنبشوی ماشین ها در راه ها و مسافران پیاده در درآمدگاه های پایگاه های مترو و نقلیاتی جمعیتی شد. شهردار مسکو از نیروهای پلیس طلب کرد که تفتیش سندها را زودتر انجام بدهند. در همین حال در شهرک نووسرگی و ولایت لنینگراد روسیه یک خوابگاه آشکار کردند که در آن حدوداً 35 مهاجر مهنتی گرفتار بیماری کووید 19 زندگی دارند. حالا این خوابگاه پر با مهاجران سرایت یافته بسته است و همه به کرانتین فرا گرفته شدند. گزارش تلویزیونی نستایش وریم را از مکان خوابگاه مهاجران همکارم میرزانبی خالقزاد تقدیم میکند. خوابگاه مهاجران که در آن خروج کرونا ویروس آشکار شده است در شهر که نووسرگیی پترزبورگ واقع است. اطراف این بنا تنوکپیچ کرده شده است. حالا این بنا را به دلیل کرانتین بستند. اطراف بنا را پلیس و دیگر ساختارهای قدرتی نظارت می‌کنند. آنها مسئولان تا از تماس ساکنان خوابگاه با آدمان بیرون از بنا پیشگیری کنند. در داخل بنا 35 نفر زندگی دارند که با کرونا ویروس گرفتار شدند. تشخیص در این مهاجران وجود ویروس را معین کرده است. سرایت یافتگان را به بیمارخانه انتقال ندادند. در مجموع در خوابگاه همه را با افراد بیمار 154 مهاجر زندگی دارد. صاحب خوابگاه تمام مسئولیت را به دوش خود گرفت. او استقامت کنندگان بنا را با خوراکواری و موادهای دیگر ضروری پررا تأمین می‌کند. مسئولین منطقه اطراف بنای خوابگاه مهاجران را پاککاری یا دزینفکس می‌کنند. در نوارها دیده می‌شود متخصصان با لباس مخصوص حمایتی در اطراف مغازه نزدیک به خوابگاه موادهای دزینفکسیونی می‌پاشند، ولی به گفته فروشنده این مغازه داخل آن را پاککاری نکردند. آنها به همین مغازه آمده خرید می‌کردند. ما هم می‌ترسیم کی بیمار شدن می‌خواهد. البته یگان کس امکان میشد و اگر میگفتند من هم کار نمی اومدم، در خونه میموندم. در همسایگی این مغازه یک نانبایخانه فعالیت می کند. به گفته کارمندان این دکان اینجا را هم دزینفکس نکردند. ناوابسته به خروج کرونا ویروس در مسافه نزدیک با این نانپزخانه در آن همانا کار ادامه دارد و نان پخته می شود. شما نمی ترسید؟ از این راهی گریز است مگر؟ جای ترس نیست. همه خوب است. مردم را با دارند. گوبرناتور ولایت لنینگراد علیه خروج کرونا ویروس را در خوابگاه مهاجران بمب سرایتی نامید. حالا مقامات شخصیت افرادی را مشخص می‌کند که با مهاجران مبتلا به کرونا ویروس تماس داشتند. در نزد خوابگاه 4 اتوبوس دیده می‌شود. در این اتوبوس‌ها مهاجران به کار رفته می‌آمدند. به اطلاع دریافتی همه مهاجران در ساختمان‌های شهر کار می‌کردند. همچنین گفته می‌شود مهاجران قریب همه از آسیای مرکزی هستند ولی از آنها نام برده نمی‌شود. کبراشاه اوستاپیریان ورزشگر تاجیک قهرمانی 2 کاراته آسیا غالب مسابقه قهرمانی سامبوی تاجیکستان گردید. مسابقه قهرمانی سامبو طبق قاعده‌های فدراسیون بین‌المللی در 9 وزن برگزار شد. جایزه‌های دیگر از وزن‌های پایانی نصیب اکمال‌الدین کریموف و خورشید مجیدوف گردید. بینندگان عزیز، اینجا وقتی برنامه ما با پایان میرسد. تشکر از هر یکی شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید بخوانید. صحیفه های دیگری رادیو نیز در شبکه‌های اجتماعی دسترس هستند. فردا صبح برخ شما را در نوید بامدادی با خبرهای تازه انتظاریم. تا آن دم خدا نگهداری هر یکی شما.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.